محمد بن حسین بیهقی مکنی به ابوالفضل در 385 قمری در حارس‌آباد بیهق یا سبزوار امروزی متولد شد. مقدمات علوم را در حارس‌آباد و نیشابور فرا گرفت. به زبان عربی تسلط یافت. خطی خوش داشت. به بینش نوینی در تاریخ‌نگاری دست یافت. مورخ شد. با برخی از پادشاهان سلسله غزنوی همچون سلطان محمود، جلال الدوله، ابو احمد محمد ابن محمود، سلطان مسعود، شهاب الدین ابوالفتح مودود ابن مسعود، عبدالرشید، طغرل، جمال الدوله ابو شجاع فرخزاد ابن مسعود و ابوالفضل ظهیر الدوله رضی الدین ابراهیم ابن مسعود معاصر بود. در 421 در غزنین به دبیری دیوان محمود غزنوی که ریاست آن با بونصر مشکان بود درآمد. با رونویسی نامه‌های بونصر در فن کتابت مهارت یافت. پس از مرگ محمود غزنوی در 421 جلال الدوله ابو احمد محمد ابن محمود به کمک علی قریب برای 7 ماه بر تخت سلطنت نشست. ولی در همان سال 421 سلطان مسعود به غزنین رسید و با خلع برادرش بر اریکه قدرت تکیه زد.